خوش اومدید به ویدیوی جدید. من برزیلی هستم و امروز اومدم کاستوم چیدی خودم و تنظیمات کل بازی خودم رو بهتون بدم که شما سابسکرایبر های من بزنید، حال کنید که بتونید مثل من هدشات بزنید. البته منم که نوبه، ولی خب شما بازیتون مثلا یه ذره خوب بشه. خوب که هست، عالی. خب اول از همه میریم یه ترینینگ، چند تا نکته بالا کشیدن رو بهتون بگم و کاستوم چودی رو بهتون بگم که بتونین از کاستوم چودی من استفاده کنین. اینا هم کمرنگ کردم و داخل ویدیو اذیت نشین. خب الان من یه دیزرت دارم بچه، نگاه کنین. این دیزرت اینجوری بالا میکشم، نکنین نمیخوره. صاف بالا میکشم، نکن اینجوری نمیخوره. شما اگه دوری اینجوری، گرافیک هم بردم اینجوری به جوری که دارم دکمه تیر رو میکشم بالا دقت کنید. سنس چیدم خاطر همون. خب این برای دیزرت هستش، اینجوری بخوایم بالا بکشین. برای گانایی مثل SMG هم بهتون میگم، مثلا با شاتگان SMG نگاه کنید. شما تصویرتون رو میگیرین این بر اینجا، مثلا اینجا بالا میکشین میار رو هدش. نکنین ماستی، نکنین من نظر دوشم من. نکنین اینجوری، نکنین اینجوری. کلا اینجوری میکشید برای گانای SMG، همه شد میشه. برای گانای دلول میارین اینجا میکشید بالا. وسور خب نکنید، میایین پایین میکشین بالا، روی هدش میره، برای من نمیخوره. نکنید. خب بریم یه لون ولف هم براتون من تست کنم. داخل لون ولف تنظیمات کامل کاستوم چودی کلا همه اینا رو بهتون میدم. البته من کاستوم چودی و یه سنسی که استفاده میکنم داخل یه دونه ویدیو شورت گفتم، ولی تنظیمات کامل خود گیم همون ندارم. خب راند سوم تنظیمات کامل خودم رو بهتون نشون میدم که شما بزنید، حال کنید، همیشه هم هدشات بزنید. حالا ما که نوبیم، ولی خب هم کاستوم چودی احساس میکنم معلومه، همینجوری هم میتونید اسکرین شات بگیرید، ولی من دوباره نشون میدم پررنگ میکنم. بگوین چجوری بالا کشیدم. یه موومنت هم بچه یاد گرفتم، اونم داخل ترینینگ بعد لون ولف بهتون یاد میدم. نکنین بچه دیزرت رو نکنین. الان من چجوری میکشم. سلام واسه دادش بیا، اشکال نداره، بالا نکشید. فدا سرتون. خب الان من گام باید بگیرم، احساس میکنم نه دوستمون گام میگیره. من براتون بهتون میگم اگه SMG گرفت بهتون الان میگم داخل SMG بتونین چجوری بالا بکشین. البته گرافیک منم زیاد بالاه، گوشیم یه ذره داغم کرده، لگم میشم. نکنین بچه واسه برم نزدیکش. نکنین الان آنالوگ من پایینه. نکنین واسه نمیخوره. وست داده شرمن
لایک هم داد. نکن الان دوباره بهتون یاد میدم. بالا نکشیدم میشه یه ذره لگم به خاطر همون. آموزش هدسکوپ هم اگه لایک های ویدیو 5 تا یا 2 تا برسه براتون میذارم. 10 تا سابه شدیم یادم رفت. مبارکمون باشد. ویدیو شورت گذاشتم 10 تا ساب شدیم. ولی ویدیو شورت همون نبود. الان ما همون 2 ساب بودیم. داشت نکنی یه وان تپ کن. اوه ماشاءالله داداش عالی. من گرافیکو دادم بالا اینجوریه. نگه نمیتونم گرافیک بالا پلی بدم کلا. خب وان شات اسکی اس و وودپکر اینا همشون الان دارم بهتون میگم همون جوری. الان داخل ویدیو نکنین همینجوری نکنین بهتون میگم. UMPO که اینا رو بهتون داخل ترینینگ گفتم. قلقاشون رو گفتم کلا نکنین. الان این داداشمون کجاست؟ بیا سلام. نکنین الان. نمیاد گرافیک بالا نمیخوره. من بک میدم. الان داخل ترینینگ چند تا روش دیگه هم بهتون بگم. گرافیک میبرم پایین. خب بریم ترینینگ. الان این نت ایران به خدا خیلی عالیه. خب ما الان دوباره اومدیم ترینینگ. یه دیز میگیرم دولول با گان وان شات، گان وودپکر مثلا. خب نکنین نمیخوره. خب اول دول نکنین اصلا بخواین اینجوری بالا بکشین سویچ میکنه خودش. دستم خورد 2 تیر. این دول الان دوباره. خب الان وودپکر از دور اول چیز میکنین نکنین. وودپکر من یه ذره ریده. باید یه ذره آرومتر بالا بکشید. البته نمیخوره. حالا یه ذره وودپکر رو مثلا تمرین کنین اوکی میشه. من وودپکر پلیر نیستم کلا. خب دیزلت هم که بهتون گفتم. الان بریم دوباره گان SMG. کاسم پیریم هم الان بعد آموزشی گان SMG بهتون میگم نکنین اینجوری. نکنین الان. نکنین. خب بریم واسه سنسایی که میچینم و تنظیمات گیم و کاسم چودی. خب بچه این تنظیمات گیم همه. اسکرین شات بگیرین. اینم سنس همه. اینم تنظیمات اوتو پیک آپ همه. اینا کلاسیک موده. دیسپلی هم اینه های فکر کنم. تنظیمات صدا که براتون مهم نیست. رکوردینگ این رکوردر گیم همه. برای ویدیو شورت میگیرم. این تنظیمات رکوردر گیم همه. اینم ویبرس. خب
I'm the leader of the pack. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوش اومده باشه. تا ویدیو دیگه خدا حافظ.